به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و سپاس برادران گرامی و خواهران هموطن عزیز، به برنامه خودتان بازچگب خوش آمدید. رهبری نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان گفته است که در نشستی بروسل که بین اتحادیه اروپا و بین تاجیکستان در تاریخ 16 فوریه آینده صورت میگیرد، مسئله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از جمله ممنوعیت، فشار بالای اعضا و خانواده و اعضای همین حزب و بازداشت شدگان اینها، حتما این قضای مسائل در این نشست مطرح خواهد شد. درست است. بله، اونها اتحادیه اروپا گفته است که ما از همه اون چیزی که در تاجیکستان میگذرد ما با خبر هستیم، چی نقض حقوق بشر، چی محدودیت ها و چی سرکوب مخالفان، از همه اینها با خبر هستیم و امیدواریم که در این نشست آینده که در بروکسل می شود و خیلی بلند پایه هست، میگوید که مقامات تاجیکستان از جمله که سراج الدین اسلوف وزیر خارجه که در اینجا تاجیکستان را نمایندگی میکند، درباره این ممنوعیت حزب نهضت باید شرح و تفصیل بدهند که چرا چنین شده است. بله. و یکی از کارشناسان در پیام نت گفته است که این واقعا حکومت تاجیکستان را خیلی ناراحت خواهد کرد این موقع اتحادیه اروپا. و این هم یک نشان میدهد که تاجیکستان رسمی و که دولت تاجیک، حکومت تاجیکستان روز تا روز به انزوای سیاسی قرار میگیرد. درست است. این در ادامه همون بحثی که کارشناسی روس هم گفته بود، اینم تقریبا همون است. همون ادامه همون گفته‌های کارشناسی روس است که تاجیکستان این راه غلطی که پیش گرفته است با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. بر ضمن این تمام اینها، مثلا شما تصور کنید اتحادیه اروپا می‌خواست در حجم 5 میلیارد دلار برای مرزهای مبارزه با مواد مخدر با تاجیکستان کمک‌های مادی کند. خب ولی طبیعی است که اتحادیه اروپا این را درک کرده است که این کمک‌ها نه در راه مبارزه با ضد مواد مخدر، بلکه در مبارزه با ضد مخالفان داخلی، در مبارزه بر ضد آزادی های انسان و پایمال کنی حقوق بشر مصرف شده ایستادن این چیزها و این را درک کردن الکی. و این است که اونها طبیعی است در کمک های خود بازنگری خواهند کرد و حتی جای هم حقوق شناس فینسا و هیدا یادآور شده بود که حتی احتمال اعمال تحریم ها علیه تاجیکستان هم وجود دارد و این طبیعی است. یعنی در ادامه خواهیم دید که این نشست برای حکومت تاجیکستان خیلی مشکل خواهد بود و طبیعی است در آینده در فکر بازنگری سیاست هاشون یا باید باشند یا اینکه دیگر در فکر این باشند که انزوا و گوشه یک واقعیت را قبول بکنند. بله، به انزوا رفتن رو بپذیرند، دیگر مجبورند. بله، در اینجا یکی از ژورنالیستان در این نشست مطبوعاتی از این رهبری نمایندگی اتحادیه اروپا پرسیده است که اگر مقامات تاجیکستان در این نشست قانع نکنند، خصوصا در زمینه آزادی بیان و دیگر مسائل حقوق بشر، اگر این سازمان را قانع نسازند، چی واکنش، چی تحریم های خواهد کرد در علیه حکومت رحمان؟ اون اینجا گفته است این رهبر که حالا زود است چیزی بگیم، این وابستگی دارد به نحوه برگزاری این نشست. یعنی این نشست چی طور میگذرد، آیا مقامات تاجیک می توانند از این اقدام های خود دفاع بکنند یا که یا مهار خواهند شد. واقعا هم اقدام حکومت خطا بود، غلط بود و یعنی پیامدهای خوبی نه به کشور نه به منطقه، حتی به منطقه. بله. استاد طاهری عبدالجبار 10 فوریه اگر می بود خداوند جایش را جنت بکند 70 ساله میشد. یکی از معماری واقعا هم معمار استقلالیت تاجیکستان بودن استاد طاهری عبدالجبار، خداوند جایشون را جنت کند و یکی از بهترین شخصیت هایی بود که در دهه 90 با یک اولین بار وقتی که در پارلمان های سالهای 90 استاد طاهری عبدالجبار برآمد میکردند و با یک شیوه فارسی صریح و آشکاری خیلی زیبا صحبت میکردند
و انسان رو واقعا مفتون میکرد و یکی از اون چیزایی که طاهر عبدالجبار میگفتن لطفاً بفرمایید میگفتن در همون وقتی که صحبت میکردن در پارلمان. یادی خیلی ببینید، شما تصور کنید طاهر عبدالجبار شخصیتی است که با اون کارهایی که کرد برای تاجیکستان، اگرچه هیچ مقامی نداشت، اگرچه پیشوا عنوان نگرفت، اگرچه نمیدونم رهبری تاجیکان جهان نگفتیم او رو، هیچی نگفتیم، ولی همچون معمار استقلالیت تاجیکان در بین ملت نامش باقی است و اگر به اون رسمی هم هیچ کس هیچی نگوید، مردم خودش میدوند الکی اون برای مردم شناخته است و جایگاهش واقعا برای مردم حفظ شده است و ما شاهد خواهیم بود که در آینده او جایگاه خودش در بین ملت تاجیک خواهد یافت و یک شخصیتی که در این زمینه تلاش های فراوانی کرده است. واقعا هم طاهر عبدالجبار، اصلالدین صاحب نظرов و دولت خدا نظرов، اینها شخصیت هایی بودند که نه شخصیت های اندک نیستند، ولی نمیدونم، حالا شاید برای شناختن اینها یک کم زمان لازم باشد. هم شخصیتی طاهر عبدالجبار، هم شخصیت های دیگری که ما خیلی زیاد داریم، مثل بازم میگم اصلالدین صاحب نظرов، بوری کریموف و خیلی اینها شخصیت های مثل حتی گلرخسار صفیه و اینها کسانی هستند که بله، اینها کسانی هستند که ما اگرچه امروز شاید در جامعه رسمی جایگاه ندارند، ولی در قلب مردم جایگاه خاصی خود را دارند و در آینده مردم آنها رو بهتر خواهد شناخت. درست است. یعنی کسایی هستند میگویند که انسان‌های خوب وقتی رفتند مردم به قدرشون بیشتر میرسند. واقعا اونها قدردانی نشدن در وقتش. البته امروز هر قدر که از مرگش دور میشیم میبینیم که اون شخصیت خودش رو مطرح میکند. اگر ما به فیسبوک و به اینها یک بار نظر کنیم یا رسانه‌های داخلی نظر کنیم، استاد طاهر عبدالجبار در اینجا بازتاب می آورد، وجود دارد. یعنی تعجب میکنید وقتی که خصوصا در همین استانه تولدش، در استانه روز استقلال میبینیم که نام استاد طاهر عبدالجبار باز روشن‌تر می شود، مثل یک نور باز ما اون رو میبینیم، سلام میکنیم. واقعا هم و یکی از نشریه ملت در سال 2013 پیشنهاد کرده بود که استاد طاهر عبدالجبار به عنوان مؤلف متن نخستین اعلامیه استقلال شوروی عنوان قهرمان تاجیکستان داده شود. واقعا سزاوار است. چقدر خوب میشد که و این از سخاوتی ما دلالت میکرد اگر مثل این شخصیت را اگر قدردانی میکنیم و تا حال هم دیر نشده است که این استاد را قدردانی شود. و احمدشاه کامل‌زاده یکی از دوستان و رفیقان این استاد محترم میگوید که مطمئن است که طاهر عبدالجبار همچون معماری اصلی استقلال تاجیکستان حتما در تاریخ این کشور جایگاه خود را پیدا میکند، ولی به عقیده او هنوز فرصت شناخت درست و اعتراف خدمت‌های این سیاستمدار بزرگ در تاجیکستان فرا نرسیده است. شاید فرصت فرا رسیده است ولی ذهن‌ها آماده نیستند، فضا آماده نیست. بله. این فضایی که امروز به وجود آوردن شاید تا یک زمان این فضا باقی باشد. وقتی که احمدشاه کامل گفتید به یادم آمد یکی از شخصیت‌هایی بود که در کنار طاهر عبدالجبار اینها در یک از همون فعالان سیاسی دوران 90 هستند. اینها برای این استقلالیت زحمت فراوانی کشیدند. همچنین استاد احمدشاه کامل که خداوند حفظشون کند خیلی تلاش‌های زیادی کردند و امیدواریم که هم چنانه که اون کس هم فرمودن جامعه روز به قدر طاهر عبدالجبار میرسد و اون را همچون قهرمان ملت واقعا هم سزاوار میدوند و با او افتخار یک روز در مسئله زین الدین زیدان، اون فوتبال بازی که اصلا الجزایری هست، گفتم که بسیار خوب باید الجزایری ها از این فخر نکنند از اینکه زین الدین زیدان اینقدر فوتبال بازیگری مشهور است، زیرا اینکه اون اگر در الجزایر می بود شاید از پشت یگان گاو در یگان یک آدم عادی که دنیا از این مهارت های اون با خبر نبودند و انسانیت به اون فخر نمیکرد، ولی اون فضای فرانسه بود که زین الدین زیدان رو به جهانیان نشان داد و انسانیت به اون فخر میکنه.
درست است. ولی متاسفانه در کشورهای ما مثل استاد طاهر عبدالجبار، مثل دیگر شخصیت‌های بزرگی داریم که عیب در اونها نیست. بله. عیب در خود ملت است، در خود مردم هست که نمیتوانند که شخصیت‌ها فرزانگان خود را در جهان مطرح کنند. درست است. ببین ما استاد کی را داریم؟ استاد مومنی قناعت را داریم. واقعا در چه حالت هست؟ استاد شکوری در چه وضعیت از دنیا گذشت رفت؟ درست است. که این به ما میگردد که این کمبودی ضعفی ما است که به قدری شخصیت ها و فرزانگانمون همین امروز شما ببینید تیمور ذوالفقارов در چه حالت قرار دارد، در کجا هست. شما امروز ببینید برزو در چه حالت قرار دارد. با برزو را وقتی که با برزو قرغیز ها و قزاق ها افتخار میکنند، ولی ما او رو به چه حالت گرفتار کردن مردم ما، مسئولین ما. این است. ما نمیدونم، ما یک آدمایی هستیم که نمیتونیم از همون پدیده ها یا از استعدادهایی که خداوند برای اونها داده است ما سیاوش و گل رخسار و تمام اینها واقعا این یک چیز از دوستی عزیزم که اگر ما در تاجیکستان واقعا اگر یک کشور یک دولت حکومتی انتخاب شده می داشتیم، یک مدیریتی خوب می داشتیم، باور کنید هم این روشنفکران زیاییان و شخصیت های بزرگ هم رشد میکردن در تاجیکستان و هم اون شخصیت هایی که در افغانستان، شخصیت های تاجیکی در افغانستان یا در ازبکستان اینها هستن، اینها می آمدن در کنار یک همون تاجیکستانی قوی واقعا میشد که از اونها، از همه اونها استفاده کرد. ولی متاسفانه امروز آمدیم به یک حالی شدیم که نه اینکه در فکر اون تاجیک های افغانستان یا تاجیک های ازبکستان فکر کنیم، برعکس همون برادرایی که شخصیت هایی داریم در تاجیکستان خار شدگی هستن یا رفتن در بیرون اون خدمت میکنن. خبر دیگر این است که این آخرین خبر هست، این است که در ولایت سوق بیش از 55,000 سامانی از والدین جریمه گرفتن. 773 شخصیت رو در سال 2015 تنها در سال 2015 این هم در ولایت سوق بیش از 700 پدر و مادر رو اونها جریمه کردند و از اونها به خاطر بعضی کمبودی ها بیش از 55,000 سامانی از اونها همچون جریمه گرفتن. واقعا من نمیدونم چی بگم در این پدیده. مطمئنم که از این بیشتر از مردم، از همین پدر و مادرها رشوه گرفتگی هستند. با یعنی شما به این عقیده که حتی بیش از این 55,000 باز بیشتر پول هم گرفتگی هست. پولی از این بیشتر گرفتن. رشوه بیش از این 55,000 اگر جریمه رسمی باشد، مطمئن باشید که بیش از 55,000 رشوه گرفتن از این پدر و مادرای. درست است، پدر و مادر مسئولیت دارد خوب برای فرزند، ولی شما اول برای اون پدری که در روسیه است مسئولیت دارد جای کار پیدا کنید، جای کار داشته باشد که بتواند در اینجا کار داشته باشد در نزد فرزندش و اون هم برود روز کار کند، روزی فرزندش بیاید تامین کند و بیاید شب فرزندش تربیت کند. او شما وقتی که پدرها همش در روسیه هستند چگونه از اون توقع دارید که مسئولیت انجام بدهید؟ چرا باز میخواهید مسئولیت خودتون بر دوش اون بیچارهایی که شما اونها رو به در کردگی هستید، مهاجر کردگی هستید از کشور، باز میخواهید مسئولیت دیگری به عنوان مسئولیت والدین بر دوشش بار کنید؟ شما فکر میکنید از اونها پول بستونید. شما چی؟ من یک چیز نمیفهمم. برای مثال حکومت آیا نسبت به فرزند من از من دلسوزتر است؟ شما تصور کرده میتونید؟ آیا حکومت نسبت به فرزند شما از شما دلسوزتر است؟ نه. من دلم به فرزندم میسوزد. دل تمامی من هیچ از یادم نمیرود به خدا. وقتی که در روسیه بودم، در هواپیما وقتی که می اومدم با یکی از مهاجران صحبت داشتم. وقتی با او صحبت کردم در راه همین در فرودگاه صحبت میکردیم، خیلی یک چند دقیقه صحبت کردیم با او درباره همین بعضی چیزا. او درباره یک فرزندش صحبت کرد. میدونی چی میگفت؟ میگفت که همه وقتی که من از تاجیکستان به روسیه میام فرزندم یک ماه کسل می شود. میگفت وقتی که فرزندی پدر، بله، میگفت فرزندم یک ماه کسل می شود و هر وقتی که زنگ میزنم با او صحبت میکنم فقط گریه میکنه.
میگم برای چی؟ میگه نمیدونم. یکی از همون فرزندا میگه نمیتوند همین چیزا تحمل کرده، یعنی دور بودن نمیتونه تحمل کرده. وقتی که میرم میگه دیگر نمیخوام که از خانه بیرون برم، میخوام که فقط قطعی همون باشم. شما این بیچاره مگر دل شما از این بیشتر میسوزد به فرزندش؟ فرزند شما تصور کرده نمیتوانید. اینها وقتی که این قانون رو میگذارن برای چی میگذارن؟ برای درست شما اول بیاید شرایط مردم رو درست کنید، کاری کنید که مردم زندگی داشته باشد، معاش خوب داشته باشد. اون وقت اگر بی‌مسئولیتی کرد نسبت به فرزندش، شما حق دارید که او را جریمه کنید. ولی شما هم او را بیچاره کردید، مهاجر کردید، کاری ندارید در اینجا که برای او بتیین، در بدرش کردید. از اون طلب دارید که هر روز نلاگی نمیدونم اینو پول آب و پول اینو اون بسپارد، ولی باز از اون طلب دارید که بر زمین این باید که برای کاری که فرزندش میکند جریمه هم بسپارد. این تنها این چیز چی هستین شما تصور کنید. بود در ضمن شورای علمای تاجیکستان اعلام کرده است که برای وضعیت فهماندن هم کار کردن با مهاجرین نمایندگی شورای علمای تاجیکستان در روسیه تأسیس میدهند. بله. اینجا رو فور کردن، نوبت به اونجا مانده است. ببین وقتی که این کارها صورت میگیرد، وقتی که مسجدها و دیگر یعنی مسخره دنیا شدیم با این ریش رفتن اونجا، شاید میرن اونجا هم ریش‌ها رو به ترتیب میدارن، یا اینکه سطرها رو میگیرن، یا اینکه مسجدها رو میبندن. اونجا هم شاید مسجدها از مکتب‌ها زیاد شده باشن در روسیه و اینها میخوان اونجا نشان بدن که چگونه مسجدها رو به طربخانه و نمیدونم به چایخانه و سیخ دوزندگی تبدیل بتین. اینها همین قدر از دستشون میآید. واقعا شما تعجب میکنید که وقتی که همین حالت ها هست، ببین در تاجیکستان چه خیلی گفتیم اینقدر والدین مشکل داره، در برابر اون باز جریمه میکنه. بله. یعنی همه حکومت میخواد همه اون دوش مسئولیتی دارد بالای والدین بکند و خودش هیچ مسئولیت ندارد، فقط مسئولیتش زدن، گرفتن، زدن، جریمه کردن، سود کردن، محبس کردن، بخش، یعنی حیران میشه. بله. همه مسئولیت رو بر عهده مردم میپرتوین. بله. و خودشون فقط همین میکنن. همین واقعیت است. آخر چیکار کنیم؟ اینم هست که بسیار خوب شورای علما میراد اونجا نمایندگی میکشد. اون خدمات مهاجرت به اون مردم مهاجری بیچاره چیکار کرد که این شورای علما میراد در اونجا انجام میدهد. شورای علما در داخل تاجیکستان از حقوق دینداران چقدر دفاع کرد که امروز میرود در اونجا برای مردم گفته است که هدف این است که مردم مهاجرین تاجیک رو درباره خطراتی پیوستن با گروه‌های افراطی در این باره صحبت میکنن و من مطمئنم که یکی از مسائل مهمترین این باز حزب نهضت و باز این مسائل مطرح میشه. شما ببینید اونها یک واقعیت است. وقتی حکومت ما اینو درک کرده است که در داخل کشور با اصطلاح خودش گویا که تمام کرد، هم حاجی میرزا را بست و از منبر مسجد دور کرد، هم تورا جانزاده ها را، هم نهضت اسلامی را و هم داملا عبدالرحیم قزاقان و دیگر همه را از منبر مسجد ها بیرون کرد. خب و حالا این را درک کرده است. بله. این درک کرده است که در میان مهاجرانی که در روسیه هستند این بزرگان ملت، این شخصیت های روحانی جایگاه خاصی خودشون را حفظ کردگی هستند. مردم حالا هم در روسیه با داملا محمدالله یا که داملا عبدالرحیم قزاقان یا حاجی میرزا یا ایشان تورا جانزاده یا بله ایشان نوردین جان یا ایشان محمود جان یا دیگر اونها از اونجا معمولا وقتی که سوال میفرستند با کی میفرستند؟ چرا به شورای علما کسی نمیاد مراجعت کند، سوال بفرستد، با اونها رد و بدل کند؟ ولی با اینها میکنند. اگر یک حرف حاجی میرزا میزند در یک جا، چرا اینقدر مردم به اون توجه میکنند؟ ولی با حرفی که اگر جناب مفتی ما میزند، مردم تماما عکس العمل های منفی دارند. حکومت ما با فکر این است که این موقع رو هم برای اونها در بین مهاجران هم تنگ کند، ولی این واقعیت است که آفتاب با دامن پوشانده نمی شود. شما اگر امروز میخواهید در اونجا جای حاجی میرزا و ایشان نوردین جان و دیگر رو تنگ کنید، نمیتونید. خداوند گفته است که
آبرو، احترام و همه برای مؤمنان است، برای مؤمنان واقعی است. و شما میخواهید نمیخواهید همین است. اونها در میان مردم جایگاه خود را حفظ میکنند و روز میشود که باز هم مردم میخواهند و اونها رو میارن به منبر، اونها رو گوش میکنن. باز هم اگر یک حرف روز بزند حاجی میرزا یا ایشون نورالدین جان، مطمئن باشید که مردم حرف اونها رو گوش خواهد کرد، نه از شما رو. پس با این کارهایی که میکنید بیایید نه پول مردم رو هدر بدهید، نه بودجه کشور رو در راههای نادرست نابود کنید، بلکه برید برای مردم مصرف کنید. برید در داخل امروز که وضعیت اقتصادی مردم بد است، برای مردم خدمت کنید. چی در کار است یک نهاد دیگری را زیاد کردن در سر، و مطمئنم که با روان اینهاش هم برون اگر اونجا از حساب مهاجران باید معاششون پیدا کنن یا زندگیشون رو پیدا کنن. یک بار زیادی بر دوش مهاجران نکنید، بگذارید که مهاجری بیچاره به هم زندگی خودش مشغول باشه. در این روزا که اصلا فایده ای نمیکنن، هر کاری میکنن برای پتنت و برای مشکلات دیگرشون صرف میکنن و اون قدر هم دیگر پول روسی به حد افتاده است که دیگر برای خانه فرستادن هم یعنی چیزی نمیموند برای اونها و اون هم در شورای علما و در دیگر خدمات و در دیگر اینها صرف نکنند. برادران گرامی و خواهران عزیز و هموطنان ارجمند، این بود برنامه بازچی گپ. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و مددگار شما باشد. خب سلام.